سلام به همه هنردوستان و علاقه‌مندان به خیاطی. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام دوخت یه پادری خیلی راحت با پارچه‌های دورریز رو بهتون یاد بدم. تا آخر ویدیو با من همراه باشید. اول از همه به چند تیکه پارچه که من اینجا از پارچه تدی استفاده کردم نیاز داریم. یه الگوی دایره‌ای به قطر 11 نیاز داریم تا پارچه ها رو اندازه اون برش بزنیم. من اینجا از 3 رنگ پارچه استفاده کردم. شما میتونید تنوع رنگیتون رو بالاتر ببرید. الگو رو روی پارچه ها میندازیم و دقیقاً اندازه الگو برش میزنیم. به این صورت تمام پارچه ها رو برش میزنیم. حالا برای دوختش از سوزن نخ استفاده میکنیم. با سوزن نخ دور تا دور دایره رو کوک میزنیم. ترجیحاً نختون محکم باشه. انتهای دوخت رو میکشیم تا دایره جمع بشه و انتهای دوخت رو بست میزنیم به این شکل. به این صورت دایره ها دوخته میشن. برای تمام دایره ها این کار رو انجام میدیم. حالا یه توری پلاستیکی محکم نیاز داریم که ابعادش به سلیقه خودتونه. من اینجا یه نیم دایره در آوردم که قطرش 80 سانته. علامت گذاری کردم و برش زدم. این توری رو از ابزار فروشی ها میتونید تهیه کنید. توریتون رو علامت بزنید و به شکل دلخواهتون برش بزنید. میتونید مستطیل باشه، بیضی باشه یا حتی نیم دایره‌ای که من دارم انجام میدم. تا من این توری رو دارم علامت گذاری میکنم و برش میزنم، شما هم کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو به دوستاتون که به خیاطی علاقه‌مندن به اشتراک بذارین. سعی کنید برای برش توری از یه قیچی استفاده کنید که معمولا برای خیاطی استفاده نمی کنید. چون یه کمی سفته، شاید قیچیتون خراب بشه. حالا یه تیکه چرم به پشت کار می دوزیم که پادریمون روی زمین لیز نخوره. این کار مثل ترمز فرش عمل میکنه. و با سوزن نخ دور تا دور چرممون رو میدوزیم. حالا اون دایره هایی که دوخته بودیم و طبق رنگ و به سلیقه خودتون روش میچینید تا طرح مورد نظرتون به دست بیاد. بعد به این شکل دونه دونه از پشت با سوزن نخ میدوزیمش. البته خیلی محکم باید این کارو کنید که یه بار اینا در نیان یا دوختشون باز نشه. سعی کنید 2-3 تا دوخت بهش بزنید و بعدم یه بسته محکم بزنید. برای تمام دایره ها همینطور ادامه بدیم تا کار تموم بشه. تا من اینا رو میدوزم شما ویدیو رو لایک کنید و ما رو سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدی جا نمونید. خب اینم از آخرین دایره که دوخته میشه.
این از پشت کار، اینم از روی کار. حالا یه پادری نرم و زیبا داریم از پارچه های دورریز. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید. تا آموزش بعد، خدا نگهدار.